سلام به همه خوبان، امیدوار هستم که صحتمند باشین و خوش آمدین به چنل یوتیوب جرمن ویت شایما. و موضوع این هفته ما هست الفبای زبان آلمانی. اگر به زبان آلمانی بگوییم Das Deutsche Alphabet. الفبای زبان آلمانی دارای 30 حروف می باشد. 26 آن حروف نرمال و عادی است. 4 تای دیگری از این حروف حرفای خاص در زبان آلمانی است. بله دوستان عزیز، قبل از این که به جزئیات الفبای زبان آلمانی بپردازیم، بیایید یک بار الفبای زبان آلمانی را بخوانیم. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. اینها 26 حروف نرمال عادی زبان آلمانی بود و حالا 4 حروف خاص که در زبان آلمانی هست را تلفظ میکنیم. یکی از اینا است هست، این شکل است. اسم دیگر این حرف شافس اس می باشد. شکلش به مانند ب هست ولی تلفظ میشه. و 3 تای دیگری از این حروف خاص عبارتند از حروف املاوت می باشد. مثلا ا املاوت، او املاوت و او املاوت. اینا وقتی که این دو نقطه را بالای سرش بگیرند متفاوت تلفظ میشه و مانند ا او. البته تلفظ این حروفای املاوت برای کسانی که جدیداً زبان آلمانی یاد میگیرند یک کمی مشکل تر است، سخت تر است. در زبان آلمانی بعضی از حرفای صدادار هنگامی که در پهلوی هم بیایند بعضی از صداهای خاص از خود ایجاد می کنند و این مان مثال آ همراه او او، ای همراه ای و ای همراه او اوی. البته در مورد اینها در پروگرام های بعدی جزئیات های بیشتری برای شما عزیزان توضیحات خواهم داد. ولی دوستا درس امروزی ما از این قرار بود. امیدوار هستم که شما از این ویدیوی کوتاه که درباره الفبای زبان آلمانی بود مستفید شده باشید. باز هم تا پروگرام بعدی شما را با الله یکتا می سپارم.